سلام همراهان عزیز چنل اینفورمیشن چست، باعث افتخار من است که این ویدیو کلیک کردین. امیدوارم هر جا کسی حالتون فوق العاده باشه. قصد داریم در این ویدیو بپردازیم به معرفی و نقد و بررسی آیفون 17 پرو مکس که در واقع نسخه‌ای که در سری آیفون 17 به پرو مکس ختم میشه. بپردازیم به این موضوع که آیا نسبت به رقبا چه حرفی برای گفتن داره، آیا در این قیمتی که از ارزش خرید داره یا که نه. پس بدون اطلاف وقت با بنده علی الوانی همراه باشید تا به این موضوع بپردازیم. ضمن باعث افتخار من است که چنل خودتون رو حمایت بکنین، چرا که در واقع بقای چنل، حیات چنل به رویت شما عزیزان بستگی داره. گام نخست بررسی طراحی ظاهری آیفون 17 پرو مکس هستش. خیلی نتونستم با طراحیش در واقع رابطی برقرار بکنم. میگفتن همون مینیمال بودن و کلاسیک بودن نسل قبلیش که آیفون 16 پرو مکس بشه، جذابیت ظاهری بیشتر و نظر بصری لذت بخشتر بود. الان خیلی نتونستم باش در واقع رابط برقرار بکنم. ولی نظر من همین که در واقع متفاوت بوده و سعی کرده تنوع تو طراحی ایجاد بکنه، میتونم بگم یه گام رو به جلوی بوده و عملا نمیشه نقطه ضعف بزرگی بهش گرفت. ولی همین که در واقع متوجه بر اشتباه شده که خیلی نمیشه رو تیتانیوم در واقع حساب باز کرد و اومده دوباره سویچ کرده روی فلز و آلومینیوم، تونسته نکته مثبتی باشه. ضمن جنس پشت گوشی شیشه است و توسط سرامیک شیلد محافظت میشه. دور تا دور گوشی فلز و آلومینیوم و کیفیت ساخت متریال بسیار خوبی داره و صفحه نمایش هم توسط سرامیک شیلد دو محافظت میشه. البته قابل ذکره که تو تنوع رنگی مناسبی هم عرضه شده. البته یه نقطه ضعفی داره که متاسفانه امسال نسخه مشکیش رو نداریم. واقعا چرا آخه نه؟ مشکیش خیلی جذاب و شیک بود، مینیمال بود، ما دوست داشتیم. ولی الان توی یه دونه نقره سفید، نارنجی و یه دونه هم آبی تیره عرضه شده که خیلی با نارنجیش حال نکردم، ولی از نظر کلی تنوع رنگی وسیعی خیلی نداره، ولی خب میشه پذیرفت اگه با دست باز سعی بکنیم. از نظر کلی تو بخش طراحی من دوستش داشتم، جذابه و وزنش هم 200 در واقع 33 گرم هستش. از نظر کلی کیفیت متریال ساخت بسیار خوبی داره و همین که متفاوت بوده نظر من رو جلب کرده. بپردازیم به موضوع بعدی که صفحه نمایش این گوشی هستش. یه صفحه نمایش 6.9 اینچیه، LTPO در واقع اولد 120 هرتز که رزولوشن 2.5K داره و در واقع 91% نسبت نمایشگر به بدن است. فوق العاده کم حاشیه است، جون میده برای فیلم دیدن، در کنار اینکه دالبی ویژن و اچ رو پشتیبانی میکنه و توسط در واقع فناوری ضد انعکاس نور هم مجهز شده که میتونم بگم زیر نور مستقیم خورشید عملا جزئیات از دست نخواهید داد. این واقعا بسیار دوست داشتنی و بجا بوده، فناوری ضد انعکاس نور. در کنار 3000 نیت ماکسیمم روشنش میتونم بگم که به وضوح تمامی چیزایی که زیر نور آفتاب بخواید ببینید هم از صفحه نمایش بر شما کاملا جذاب و واضح هستش که 3000 نیت واقعا روشنایی بسیار خوبی هستش و قدرتمنده. از نظر صفحه نمایش هم کم نداره، ضمن 460 تراکم پیکسلی در واقع این صفحه نمایش هستش که معقوله. از نظر کلی صفحه نمایش بسیار قدرتمند و با کیفیت و واقعا نسبت به رقبا چیزی کم نداره، بی‌نقص. بخش بعدی که در واقع بررسی پردازنده جذاب این گوشی باشه، A19 پرو سنانومتری روی این گوشی به کار رفته که با 6 هسته‌ای بودنش و اینکه یک کیفیت خیلی خوبی داره و عملا به نسبت نسل قبلش قدرتمندتر شده و بهبود یافته و کنترل مدیریت دماش هم و حرارتش معقول‌تره، میتونم بگم که تو کارهای سنگین و حتی استفاده طولانی مدت یا حالا تدوین‌های نسبتا طولانی مدت یا کار گرافیکی و گیم هم میتونه رضایت شما رو جلب بکنه و عملاً از این بهتر دیگه نخواهیم دید. تو بخش پردازنده تاج و لول فرست وان فعلا جهان آیفون A19 پرو سنانومتری هستش. بخش بعدی که در واقع باتری باشه، ظرفیت باتری 4832 میلی آمپری داریم که در کنار اینکه 25 وات در واقع بدون سیم میتونه شارژ بشه، 50% بدون سیم تو 30 دقیقه شارژ میشه. 50%، البته 50%ش تو 20 دقیقه با سیم شارژ میشه که سرعت عملکرد شارژش مناسبه. از نظر فست شارژ شما رو ناامید نمیکنه و لنگ نمیذاره. البته بخش این که از نظر کلی ظرفیت باتری دیگه به انتها رسیده به همین 4832 میلی آمپر، میتونم بگم رضایت شما رو جلب میکنه. طبق داده‌ها و دیتا 10 تا 11 ساعت میتونه واچ اسکرین به شما بده مداوم که عملکرد مناسبی داره. البته اگه خیلی باشه بخواید بازی بکنی یا اینها احتمال داره شب مجبور بشید به شارژش بزنید، ولی اگه استفاده معمول و حتی نسبت رو به بالایی هم باشه، قشنگ میتونه با شما همراه باشه و عملکرد باتریش از نظر ظرفیتی و بازدهیش مناسبه. ولی یه نقدی که در واقع انصافا میتونم یه جوری بگم وارد به بخش باتری و ظرفیت‌های آیفون ها از نظر کلی اینه که چرا اینقدر ظرفیتاش محدود انصافا. یعنی دیگه نسخه پرو مکس دیگه بالغ شده و پخته شده سری 17 خب انصافا یک ظرفیتی رو میذاشتیم که طول مدت‌تر بود و واقعا باتری میشد نقطه قوت، نه یه چیز معمولی. از این منظر عرض میکنم که خب بریم به طرف 6000 میلی آمپر 7000 میلی آمپر. خب چین توی شیائومی توی
آنر تو خیلی از گوشی‌ها داریم می‌بینیم که حتی خود سامسونگ نسخه‌های پایه‌تر و میانردش داره میره به سمت 6000 میلی‌آمپر. خب وقتی میشه از فناوری سیلیکون ایون استفاده کرد، خب بهتره. خب چرا استفاده نکنیم؟ چرا ظرفیت باتری رو گسترش ندیم با وجود اینکه ضخامتش هم همون حد نرمال میمونه. از این موضوع که بگذریم میتونم بگم که بخش سنسورهای دوربین یه لنز اصلی 48 مگاپیکسلی داریم، یه لنز 48 مگاپیکسلی اولترا واید داریم و یه سنسور لنز 48 مگاپیکسلی تلفوتو داریم که در واقع 40 برابر زوم ماکسیمومش رو به ما میدن نظر دیجیتال که عکسای معقول و رضایت بخش میگیره و چون تلفوتو از 12 مگاپیکسل به 48 مگاپیکسل تغییر کرده، عملکرد عکس تلفوتو جذاب‌تر و جزئیات بیشتری رو تو زوم‌های 30-40 برابر میتونید تجربه کنید. البته قابل ذکره که 8 برابر هم در واقع زوم اپتیکالیش هستش که عملاً کیفیت افت نمیکنه و رضایت شما رو جلب میکنه به همراه یه سنسور 18 مگاپیکسلی سلفی که تونسته تو اون حدی که هست سنسور 1 اینچی داره که میتونه قاب وسیع‌تری رو برای عکس سلفی به شما ارائه بده. مثلا میخواین با دوستاتون بگیرین، قاب وسیع‌تره و یه جوری هستش که اینو به شما ارائه میده که بقیه تو قاب قشنگ جا بگیرن و عکس شکل بگیره. از نظر کلی تو 256 512 و 1 ترابایت تو استوریج تو این استوریج در کنار 8 گیگ و رم 12 عرضه شده که میتونم بگم که گوشی خوب و با کیفیت و درجه یکیه. تو بخش باتری میتونه یه مقداری بهتر باشه، یعنی باتریش خوبه، خیلی خوب میشد ای کاش. در کنار اینکه پرازندش واقعا قول جهانه و این 19 پرو نانومتری عملاً زیر کارهای سنگین شما رو لنگ نمیذاره و صفحه نمایش بی‌نظیره. طراحیش هم خیلی نتونستن قرابت برقرار کنن، ولی که من باش مشکلی نداشتم. طراحیش جورایی میتونه متفاوت باشه، شیک باشه. از نظر کلی گوشی با کیفیت تو دست و جذابیه، ولی این که آیا شما حاضرید 1300 یورو بهش پول بدید و اگه به ریالیش تبدیل بکنیم خب رنج خیلی بالایی رو میگیره در کنار حواشی مثل ریجستر و اینها، خب قیمت واقعا شاید بیشتر از 200 تومن اینا 200 تومن اینا قیمت بخوره که نمیدونم واقعا شما حاضرید همچین بودجه‌ای رو اگه داشته باشید برای آیفون 17 پرو مکس در واقع خرج بکنید یا نه. ولی از نظر کلی گوشی از نظر ساختاری و سخت افزاری جذاب و قابل قبول، بلکه که از نظر نرم افزاری هم توسط آیس 26 عرضه شده که خیلی جذابیت ظاهری خوبی داره، خیلی حالت شیشه‌ای طور شده به اصطلاح. میتونم بگم که اینم از آیفون 17 پرو مکس باعث افتخار بنده است که تا اینجا با ما همراه بودید. امیدوارم که ویدیوی بعدی رو دست ندین و مفید واقع شده باشه ویدیو در کنار این موضوع که در واقع شما هستید که حیات و بقای چنل رو تضمین میکنید. باعث افتخارم است که از ما حمایت میکنید.